حالا همون جوری که گفتم دونه دونه میبندم. و این کم کم یه همچین بافتی پیدا میکنه به مرور. حالا این ورش ممکنه به زعم شما به هم ریخته باشه، اما وقتی که چیز میشه، وقتی که کامل درست میشه، یعنی اینجوری میشه، این خودش اینجوری پیچ میفته توش. یعنی انگار این مثل پیچک انگار پیچیده دور این بافته. این خودش اینجوری میشه بعدن. بنابراین شما هر گرهی که بزنید، این خودش بعدن رو نظم خودش رو پیدا میکنه. اون ته این زنگوله ها خودشون اون جایی که باید باز بکنن رو باز میکنن و چون نخه و همش گره و اینا هم افتادن رو هم دیگه، خودشون تو پیچ نخ میپیچن دور این سازه‌ای که شما دارید میسازید. بنابراین اصلا ناراحت نباشید که چیز نیست. و در نهایت پشتش هم اینجوری میشه، یعنی این اون قسمتیه که باید دور پاتون پیچیده بشه. این اون نخیه که پوستتون رو تاچ میکنه. بنابراین باز رو اینم زیاد کار نکنین که حتما یه نخی باشه که نازک باشه یا چی. نخ کلوف خوبیش اینه که یه نرمی خاصی اینجا داره که پاتون اذیت نمیکنه وقتی 2-3 دور میپیچین دور پاتون. همین.